اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل لربک وانحر. صدق الله العظیم. بینندگان و شنوندگان نهایت عزیز و گرامی، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بحث امروزی ما در مورد مسائل مربوط به قربانی هست. بسیار از عزیزان ما سوالات متعددی را مطرح میکنن. این که قربانی برای چه کسی لازم هست؟ قربانی آیا از جای مرده هم میشه که قربانی کرد؟ چی فضیلتی داره قربانی؟ چی نوعی گوسفندی را باید قربانی بکنیم؟ چی ویژگی ها و خصوصیاتی داره؟ و گوشت قربانی را باید چگونه تقسیمش بکنیم؟ یا برادران و خواهران عزیز ما که در خارج از کشور قرار دارن، آیا قربانیشان میتوانند در افغانستان انجام بدن یا در کشور دیگر انجام بدهند؟ پیرامون این مسائل انشاءالله توضیحات خواهیم داشت. اولا در مورد حکم قربانی. ببینید در مورد حکم قربانی دو تا نظر وجود داره بین فقها. عده‌ای از فقها به این نظرن که قربانی سنت مؤکد هست، یعنی به این معنا که تاکید شده هست انسان مسلمان باید او را انجام بده. و عده دیگر از فقها به این دیدگاه و نظر هستند که قربانی واجب هست، یعنی لازمی و ضروری هست. واجب برای چیزی پایین‌تر از فرض میگویند، یعنی انسان مسلمان مجبور، مسئول، مکلف است اگر در صورتی که تواناییش داشته باشه باید قربانی را انجام بدهد. در مورد فضیلت قربانی ببینید یکی از جمله شعائر الله هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. کسی که شعائر دین خداوند حرمت بگذاره، احترامش بکنه، این نشانه تقوا و پرهیزگاریش است. یعنی به این معنا کسی که با قربانی متعهد قربانیش انجام میده، این انجام دادن قربانی علامت به نشانه تقوا هست برای بنده مؤمن. دوم، الله تبارک و تعالی نیاز به گوشت و پوست و خون گوسفند نداره. لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینال تقوا منکم. الله تبارک و تعالی از شما بحث گوشت و پوست و خون و گوسفند استخوان مطرح نمیکنه، بلکه الله تبارک و تعالی میخواد تقوای شما را به اصطلاح حاصل کند یا ببیند. یعنی به این معنا که وقت شما قربانی را انجام میدهید به درجه تقوا و پرهیزگاری میرسید. یعنی در بحث قربانی کردن بحث خوردن گوشت مطرح نیست تنها و بحث ریختاندن خون مطرح نیست، بلکه چیزی که مهم است این است که بنده مؤمن حاضر میشه اطاعت امر الله را انجام بده و این تقوا و پرهیزگاری را حاصل بکنه. و در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میفرماد، حدیثی که حضرت عایشه روایت میکنه، این ایام عید یعنی روز دهم هیچ عملی بهتر محبوبتر در پیشگاه الله در روز عید از ریختاندن خون گوسفند و یا حیوان قربانی نیست. یعنی الله تبارک و تعالی خیلی این عمل را دوست داره از بنده مؤمن. و در حدیث دیگر رسول صلی الله علیه و سلم میفرماد که 3 قطره است که الله نزدش خیلی محبوبه. یکی قطره اشکی که از چشم انسان به خاطر ترس الله تبارک و تعالی میریزد. دوم قطره عرقی که از بدن انسان به خاطر به دست آوردن لقمه نان حلال یا به خاطر نگهبانی کردن یا به خاطر حفاظت سرزمین های اسلامی یا به خاطر به اصطلاح پیرداری که از سرباز مسلمان در زمین میریزد عرق. سوم قطره خون قربانی است که در روی زمین و این 3 قطره پیش از اینکه بر زمین بریزد نزد الله تبارک و تعالی قابل قبول است و الله اونها را قبول میکند. و در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که روز قیامت این قربانی شما با گوشت و پوست و استخوانش در محضر الله حاضر میشه. این بیانگر اهمیت و فضیلت بحث قربانی هست. بنابراین عزیزان من در این مورد باید بی توجه نباشیم. نکته دوم، برای چه کس قربانی واجب است، لازم است، ضروری است؟ اکثریت فقها، جمهور فقها به این نظرند کسی که قدرت و توان قربانی را داشته باشه، یعنی یک کسی که قرضدار و پریشان نیست، یک کسی که مثلا خرج و مصرف تقریبا 1 ساله‌اش داره، یک کسی که حداقل قیمت گوسفند داره، پول قیمت گوسفند و توان خرید یک گوسفند داره که ذبح بکنه، برای آدم قربانی لازم هست که باید قربانی را انجام بده. مسئله سوم، چه حیوان باید، چه ویژگی‌هایی داشته باشه حیوانی که ما قربانی میکنیم؟ ببینید قربانی غالبا از گاو، از گوسفند، از شتر، از اینها قربانی میشه. کسی که قربانی میکنه در گاو و در شتر از به اصطلاح 1 نفر گرفته تا 7 نفر میتونن در روی سهم بگیرن. کسی توانایی داره میخواد یک گاو به تنهایی خود قربانی بکنه، بی‌نهایت اجر و پاداش زیادی داره. یک کسی که مثلا توانایی داره به تنهایی خود میخواد یک شتر قربانی بکنه، یا به اصطلاح 3 نفر با هم سهم میگیرن یک گاو و یک شتر قربانی میکنن، یا 5 نفر یا 7 نفر. بنابراین
تا این تعداد میتونن که در به اصطلاح یک گاو و یک شتر سهم بگیرن، اما در گوسفند یک نفر میتونه که قربانی بکنه. حیوانی که قربانی میکنه چی ویژگی‌های باید داشته باشه؟ ببینید عزیزان من، ما و شما وقتی یک عمل انجام میدیم به خاطر خدا انجام میدیم، وقتی یک صدقه رو میدیم به خاطر رب العالمین میدیم، قربانی رو به خاطر الله انجام میدیم. پس وقتی به خاطر الله انجام میدیم باید بهترین گوسفند، بهترین مال انتخاب بکنیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. و درجه کامل تقوا و پرهیزگاری نمیرسه انسان تا زمانی که چیزی که دوست داره یا همون اشیای خوب بر تقدیم الله تبارک و تعالی نکند. بنابراین کوشش بکنید گوسفند سالمتر، چاقتر، بزرگتر، بهترش بگیرید قربانی بکنید در پیشگاه الله تبارک و تعالی. این که بعضی از مسائل جزئی بعضی مردم گیر میده که به اصطلاح نمیفهم به اصطلاح چطور گوسفند باشه و چطور نباشه، بهتر است، همون بهترشه. اگر توانایی دارید گوسفند سالمتر، کلانتر، چاقتر، زیباتر، بهترش در پیشگاه الله تبارک و تعالی قربانی بکنید. این ویژگی ها را داشته باش. هر چی بهتر باشه اجر پاداشش بیشتر است نزد رب العالمین. و مسئله دیگر در مورد قربانی، برادران و خواهران عزیز ما که در خارج زندگی میکنن، ممکن در اونجا یا زمینه قربانی برای اونها مساعد نباشه یا مردم فقیر و محتاج در اونجا نباشه، بنابراین میخوان که در کشور عزیزشان در افغانستان قربانیشان کسی دیگری انجام بده. بنابراین هر برادر و خواهر که میخواد قربانیش در افغانستان انجام بده درست است، میتونه یک وکیل را انتخاب بکنه، یک برادر یا خواهر مسئولیت بده، یک گوسفند در یا به اصطلاح در یک گاو سهم بگیرن یا مثلا در یک شتر، یا یک گوسفند در میخرن از جای او وکالتا از جای او قربانی میکنه. ولو اگر چی در اینجا مثلا ایام عید متفاوت است، یعنی به این معنا که ممکن در افغانستان روز که عید باشه در اونجا عید نباشه در اون کشور، به این اشکال وارد نمیشه، یعنی مشکل نیست. همون وکیلی که شما انتخاب کردین که قربانیتان در افغانستان از جایتان انجام بده، همون طبقی ایام عید افغانستان، یعنی همون طبق روز اول عید اینجا که ذبح میکنه، ولو شما اونجا نماز عید خوانده باشید یا نخوانده باشید، عید کرده باشید یا نکرده باشید، قربانیتان درسته، صحت داره، مشکلی نداره و کاملا مطمئن باشید در این مورد. و عزیزانی که اگر به اصطلاح با ما، با تیم عزیزی که با ما هستن، جوانان عزیزی که با ما هستن، اگر به اصطلاح میخوان قربانیش اینا انجام بدن، بازم این جوانان عزیز ما آماده هستن که قربانیایتان به صورت درست و واضح ان شاء الله کوره انجامش بدن. و مسئله دیگر که قابل تذکر است در مورد تقسیم گوشت قربانی است. ببینید عزیزان من، مستحب و بهتر همین است، احسن تر است که گوشت قربانی باید سه تقسیم بشه. یک قسمتش به اصطلاح کسی که قربانی کرده و خودش بگیره همراه فامیلش استفاده بکنه، و یک قسمتش برای مهمانانش تهیه بکنه، و یک قسمت رو برای فقرا تقسیم بکنه. و اما او عزیزانی که قربانیشان در اینجا به اصطلاح صورت میگیره، و وکیلی که از جای اونها قربانی میکنه، کسایی که در خارج هستن، کل گوشتش هم اگر برای فقرا تقسیم میکنه هم درست است، و اگر همو وکیلش این قوانین رعایت میکنه هم درست است، صلاحیت داره. بنابراین بهتر و احسن تر است که قربانی عزیزان ما که در خارج هستند در اینجا کسی از جای اونها انجام میده، گوشتش با فقرا تقسیم بشه. این بهتر و احسن تر است و مستحقینش باید برسه. و نکته دیگر در مورد قربانی این است که آیا از جای مرده قربانی میشه یا نمیشه؟ ببینید در مورد مرده سه تا مسئله باید مد نظر بگیرید. اول است که یک کس قربانی میکنه در همو اجر و ثوابش مرده و زندهش شریک میسازه، این کار درست است، مشکلی نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم دو تا گوسفند در قربانی میکردن، به پروردگار میگفتن یا الله، دعا میکردن این گونه: پروردگارا این از جای من به فامیل من است، این قربانی رو بپذیر، و این از جای امت من است، این امت چی زنده باشه، مرده باشه، شاهد باشه، غایب باشه، در هر جایی که باشه، پیر باشه، جوان باشه، زن باشه، مرد باشه. بنابراین یک حالت قربانی برای مرده است که شما یک قربانی میکنید، مخصوص برای مرده قربانی نمیکنید، همون قربانی خودتان اجرش برای مرده هایتان میرسه و به اصطلاح برای اونها میبخشید. حالت دومی که وصیت میکنه یک کسی در حیاتش که من اگر مردم برای من قربانی بکنید، برای خانواده‌اش، برای وارثینش، بنابراین تا جایی که توان دارید وصیت را اجرا بکنید، قربانی بکنید، درست است، مشکلی نداره. حالت سومی است که یک کسی توانایی داره، پدر و مادرش فوت کرده، میخواد یک گوسفند مخصوص بگیره به اصطلاح قربانی بکنه از جای پدر و از جای مادرش، از جای دوستانش، کسایی که فوت کرده، از جای هر کسی که میخواد قربانی میکنه، میگه الله تبارک و تعالی اجر پاداش برای اونها برسانه. بنابراین این هم درست است. پس شما میتوانید که قربانی بکنید و این اجر پاداشش به اصطلاح برای مرده هایتان هم ببخشید، میرسد 100%. و نکته دیگری که قابل تذکر است در مورد قربانی، سوالی که مطرح میشه: آیا زن به شوهر هر دوی قربانی کفایت میکنه، یعنی که هر کدامی جداگانه باید قربانی بکنه؟ ببینید عزیزان من، اگر در صورتی که سرمایه‌شان جداگانه هست،
هر کدامش مستقل سرمایه داره، در این صورت باید جداگانه هر کدامش یک قربانی را انجام بده. و اگر در صورتی که سرمایه مشترک هست، از جای کل فامیل یک قربانی هم کفایت میکنه و اجر و پاداشش برای همه میرسد. در ارتباط به وقت قربانی طوری که در حدیث آمده رسول صلی الله علیه و سلم میگه کسی که پیش از خواندن نماز عید قربانیش ذبح میکنه، در او جاهایی که در اونجا نماز عید خوانده میشه، نماز جمعه و عید خوانده میشه، مثلا در اطراف در جای وجود داره که اونجا نماز عید نمیخوانه کسی، قریجات است، نماز جمعه نیست در اونجا استثناء است. یعنی در شهرها، در جاهایی که در اونجا نماز عید خوانده میشه، باید قربانی بعد از ادای نماز عید صورت بگیره. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه کسی که پیش از نماز عید قربانی میکنه، او قربانی نکرده و در حقیقت برای خودش گوسفند ذبح کرده و برای خودش گوشت تهیه کرده، یعنی برای خودش سر برنده. اما باید بعد از قربانی، بعد از ختم نماز عید شروع وقت ذبح قربانی میشه. اگر کسی روز اول عید بنابر مشکلاتی نتوانست یا قربانی را نتونست تهیه بکنه، یا باران بود یا مشکلات بود یا مصروف بود، نتوانست به اصطلاح قربانی تهیه بکنه، در روز دوم عید هم میتونه قربانی بکنه. اگر روز دوم عید نتوانست، در روز سوم عید هم میتونه که قربانیش انجام بده. یعنی به این معنا که تا 3 روز عید میتونه که اگر بنابر دلایل قربانی به تاخیر افتاد، قربانیش انجام بده. بنابراین عزیزان من، این بود مسائل مربوط به قربانی برای مرده. کسی که میتونه به اصطلاح قربانی بکنه، اجر و پاداشش برش میرسه. زن و شوهر میتونن که اگر با هم سرمایه مشترک دارن یک گوسفند قربانی بکنن، اگر سرمایه‌شان جداگانه است به اصطلاح 2 گوسفند قربانی بکنن. عزیزان ما که در خارج هستن میتونن گوسفند قربانیشان در افغانستان بفرستن، کشور عزیزشان فقیر است، مردم مستحق داریم، ما کسایی داریم که ممکن شاید به 1 ماه قادر به اینه باشه که 1 کیلو گوشت خریداری بکنه و پخته بکنه. بنان ان شاء الله که اجر و پاداش بیشتری داشته باشه. و عزیزانی که توان قربانی دارید، کوشش بکنید که از این قربانی خود را محروم نسازید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در حدیث که به اندازه تارهای موی و پشم گوسفند الله تبارک و تعالی برای کسی که قربانی کرده اجر و پاداش میده. و در حدیث ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه قربانی سنت پدرتان ابراهیم هست، یعنی میراثی است که از ابراهیم علیه السلام برای ما مانده. و بنان کوشش بکنید او را انجام بدهید و بهترین گوسفند قربانی بکنید و الله تبارک و تعالی به اندازه تار موی اون برای شما اجر و پاداش و ثواب میده. و شما میتونید ببینید، یعنی از اول خامو بهترین گوسفند، اگر بهترین قدرت ندارید متوسطشه، اگر متوسطش هم قدرت ندارید پایینترینش هم باشه، ان شاء الله الله قبول میکنه. یعنی از 8000 افغانی شروع گوسفند این تا به 25-30 هزار افغانی گوسفند است. هر کسی بر چیزی که توانش است به اصطلاح، ممکن از $300 شروع گوساله گاب تا $1000 قیمت گاب باشه. میتونه عزیزان ما هر کدامی به اندازه توانشان تصمیم بگیرن و به اصطلاح اقدام بر این عمل بزرگ و این عمل خیر و این عمل ثواب که ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها میگه که در روز عید از ریختاندن خون قربانی در پیشگاه الله هیچ عملی اهمیت بیشتر و محبوبیت بیشتری ندارد. الله تبارک و تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. موفق و کامیاب باشین. السلام علیکم و رحمت الله.